یه دونه اینجا کف این قسمت داشتیم، یه کف اینجا داشتیم و همونطور که دیدید اینجا هم یه دونه کف و سقف کوچیک تو تایم فریم پایین‌تر بریم می‌بینیم اینجا یه دونه برای خودش سقف تشکیل داده. این سقف رو این بالا تونسته بشکنه. بعد از اینکه این سقف شکسته شده، یه پولبک به داخل سقف زده شده و مسیر صعودیش رو داره ادامه میده. حالا اینکه الان چطوری بخوام ما اینو معامله کنم، چون یه سوالیه که خیلی از بچه‌ها میپرسن که من الان روند بازار چطوری متوجه بشم، کجا میخواد باشه یا میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. ببینید تو هر تایم فریمی چون متفاوته، شما باید ببینید تو کدوم تایم فریم چه واکنش‌هایی رو میگیرید و خب طبیعتاً تایم فریم بالاتر اولویتش بالاتر. یعنی الان توی تایم فریم مثلا من یک ساعت فقط صحبت بکنم، تو تایم فریم یک ساعته میبینم که روند من ریزشیه. از کجا؟ از اینکه این کف و سقف‌ها کم کم یکی یکی شکسته شده و تو تایم فریم یک ساعته من روند ریزشی بوده. اگه میخوام یک ساعته من کار بکنم، خب باید دنبال معامله ریزش، دنبال معاملاتی که در واقع ریزشی هست، دنبال سل ها بگردم. مثلا این ناحیه میتونه یه ناحیه خوبی باشه، همینطور میتونه این ناحیه ناحیه خوبی باشه. حالا اگه با اوردر بلاک کار میکنم، اگه با اسمارت مانی یا آر سی تی کار میکنم، یا اگه مثلا با فیبو کار میکنم، دیگه اینا رو فکر کنم با هم دیگه خیلی زیاد کاور کردیم. بذارید مثلا من یه نمونه با فیبو با هم دیگه پیش بریم. توی فیبو اگه یادتون باشه گفتم یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که کف قبل رو، مثلا این نقطه رو، من این شادو اینجا رو حقیقتا نمیگیرمش بچه‌ها، من اینو به عنوان کف میخوام بگیرم. کف قبل رو تا این قله که اینجا هست، این سری که این بالا داریم، یه دونه فیبوناچی من روش میندازم. یکی از چیزهایی که با هم دیگه توی کمپین صحبت کردیم، برای همین من زیاد باز نمی‌کنم که علتش و چراییش چطور. ولی خب همونطور که میدونین کف و سقف‌ها رو مشخص میکنم و من میتونم انتظار داشته باشم که تو این کف و سقف‌ها سری واکنش‌ها داشته باشه. روی این قسمت من یه دونه فیبوناچی انداختم و میتونم ببینم که روی این فیبوناچی که انداختم میتونم ببینم نقاط خوبیش بهش واکنش داده شده. مثلا یه دونه اگه تو تایم فریم پایین‌تر می‌خواستم برم، مثلا تو 15 دقیقه یا تو 5 دقیقه، رو تک تک این سطوحش میشد معامله گرفتش. حالا چه خب اینجا که من بعد قشنگ می‌ذاشتم این قسمت بیاد بالا، سقف اینجا شکونده شدش. می‌بینید اولین واکنش من توی این ناحیه بوده، کلی به من معامله داده. اینها سل‌های که میتونسته بده. تا ناحیه بعدش هم که روی این گلدن زون ما بوده، که ناحیه گلدن زون هم میدونید که بین 61 و 65 رو میگن گلدن زون. باز می‌خوام 65 و 68، من عددش رو اشتباه گفتم، 65 68 بهش میگیم، باز هم اشتباه گفتم. 65 و 61 عذرخواهی میکنم، یه خورده توی لایف سردرگم شدم. و اینجا میشه مثلا معاملات مناسبی رو گرفتش نسبت به حالا واکنش‌هایی که بهش میده. اگرم که میبینید که حالا چون معمولا نزدیکش میذاریم، روی خود سطح نمیذاریم، مخصوصا که تو صرافی مختلف به خود سطح میبینی برخورد نمیکنه، یه خورده پایین‌تره که اکثرا موقعیت‌ها رو فعال نمیکنه. یا مثلا میدونید دیگه برای استاپ لاس گذاشتن بالای سطح نمیذاریم، یه خورده بالاتر میذاریم، چون تو صرافی‌ها میان یه کوچولو بالاتر رو استاپ هانت میکنن. دیگه قوانینی که خودتون تو ترید بلدین دیگه، اینا رو نمیخواد زیاد جاش وارد بشیم. مثلا اینجا الان من توی بایننس هستم، اینجا دقیقاً به این نقطه خورده، این خطی که اینجا خورده، ممکنه که دقیقاً 100% بهش برخورد نکرده باشه. یکم زوم کنم میبینید دیگه، فکر کنم باید خورده بیشتر زوم کنم. آره میبینید مثلا دقیق برخورد نکرده، میان یه کوچولو پایین‌تر. تازه این بایننس تو بقیه صرافی‌ها که شاید حتی یه کوچولو پایین‌ترش هم باشه. پس این قوانین ترید و اینکه حالا با دیگه صرافتون اینا چطور کار می‌کنین بهتر باشه آشنا باشید. خب این روشش بود که میخوام بگم که الان ما توی تایم فریم پایین‌تر میخوام ببینم اگر که میخوام توی 15 دقیقه بخوام معامله بکنم، خب بعد دنبال این باشم که این کف و سقف‌ها شکسته بشه. من این فیبوناچی رو پاکش میکنم. همونطور که گفتم روی این سطوح دیگه میتونید هم دوباره معاملاتتون رو بگیرید. اگه که با اوردر بلاک هستید، هم که این نواحی اوردر بلاک مهم هست رو مثل این ناحیه رو حتما داشته باشید و ناحیه بالاترش که این قسمت باشه. این قسمت هم ناحیه خیلی خوبی میتونه باشه. دوباره برخورد به اینها میتونه یه واکنش خوبی براتون داشته باشه که یه معامله خوبی بگیرید. خب اگرم که حالا میخوایم توی قسمت ببینیم روند صعودی یا نزولی، همونطور که با هم یه صحبت کردیم، تو تایم فریم پایین‌تر که بخوایم بیام، الان من راجع به دیگه تایم فریم بالاتر صحبت نمی‌کنم، فقط تنها کاری که میکنم اینه که تو تایم فریم یک ساعته یک خط بزرگ اینجا من میکشم که با خودم بگم این قسمت، یا حالا بهتر این من باکسش کنم، بگم آقا این کندل اصلی اینجا، این اوردر که اینجا هست، من اگرم خواستم لانگ بگیرم دیگه ماکسیموم تا اینجاست، از این بیشتر لانگ نمیگیرم.
پس این یکی از اشتباهاتی که یکی از سوالاتیه که در واقع خیلی توی گروه پرسیدن از من، گفتیم که من چطوری روند رو تشخیص بدم. سعودیه بعدش می‌بینی کلا نزولی شدش. تشخیص رونده از تایم فریم های بالاتر شروع میشه. یعنی شما توی مثلا 4 ساعته نگاه میکنید میبینید که خب روند من نزولی بوده، کف و سقفاشو مشخص میکنید. حتی الان توی 4 ساعته مثلا این کندل برای من خیلی جذاب شد. دیگه 4 ساعت هم حقیقتش من فعلا بالاتر نمیرم چون دیگه روزانه اینا نیاز نیستش. تو تایم فریم 1 ساعتش نگاه میکنم ببینم چطوریه. خب 1 ساعتش دیدم کف و سقفا رو شکونده. اوکی خیلی عالیه. بدونم اینجا شکونده. من اینو پاکش کرده بودم با همون فیبوناچی. خب کف و صفحاشو تشکیل دادم. اگه که میخوام تو 1 ساعته بگیرم باید اینجاها دنبال سل باشم. باید اینجاها بگیرم. ولی اگه میخوام تو تایم فریم پایینترش بگیرم، اگه میخوام تو تایم فریم مثلا 15 دقیقه بگیرم یا 5 دقیقه میخوام بگیرم، نگاه میکنم میبینم اینجا تو تایم فریم 15 دقیقه من این دو تا خط رو یه خورده بزرگترش ببخشید بچه‌ها که روی طلا کار میکنن تایم فریم 1 دقیقه هستن به موقعیت ورودش روی 40 68 سجاد جان من صفحه برداشتم. صفحه شیر کنم. واسه طلا میتونید وارد موقعیت شورت بشید بچه‌ها که من سیگنالشو فور داخل کانال گذاشتم که واسه صحبت رو امید صفحه‌ام شیر شد. فقط این دو تا کندلش رفتش دوستان. اینجا اگه اصلاح دوباره برگشت به این قسمت میتونید وارد معامله سل بشین. اینجا محدوده خوبیه که دوباره ازش حمایت بشه. این محدوده که حالا شروع به ریزش کرد خیلی باز دیر شد. روی موقعیت بیت کوین هم که باز کردی فعلا اینجا داره دست و پا میزنه دیگه. تو محدوده هستش که باعث مانیتور قوی و باعث شکست سقف قبلی شد. واسه طلاق گفتم دیگه این قسمت رو داشته باشید. تارگتش میشه 40 51 که سال کوتاه مدت گرفتیم و تا آخر پایان لایف هر موقعیتی توی هر نمادی داشته باشیم من میام بهتون میگم. استاپتون رو بندازین پشت سوینگ هستی باشه بهتره. حدوداً باشه روی 40 82 یه حجمی رو وارد بشین. محدوده خوبیه. نقدینگی زده چنج اف کاری ایجاد شده. سقفی هم که زده الگوی برگشتی هستش. محدوده که برخورد کرده تو تایم فریم بالاتر. نقدینگی تایم فریم 4 ساعته و بالاتر هستش که جای خوبی هستش که استفاده بکنیم تا برگشت به این محدوده‌ای که تو این قسمت 40 49 هستش. اینجا واسه فروش بگیریم رو به بالا بره. حالا کسی که طلا باز کردن اینجا محدود خوبی بود دیگه. خب تارگت یادتون باشه 40 50 تا پایین‌تر هم میتونه بیاد اما ریسک دیگه. به طبق مومنتومی که داره به شما میده مدیریت بکنید. حالا تا آخر لایو بهتون میگم. امید جان ببخشید واسه سوال می‌کنم. مرسی سجاد مرسی عالی. دوباره موقعیت بود باز بهم بگو. من آره من میبندم. من موقعیتایی که میتونه پیش بیاد رو هم راجعش صحبت میکنم. خب یه مومنتوم بچه‌ها سعودی قوی داریم. من اینجا فعلا خودم باشم ریسک شورت رو زیاد نمی‌کنم با اینکه تایم فریم 1 ساعته همونطور که گفتم فعلا حالت نزولیشو داره ولی تو تایم فریم 15 دقیقه دارم صحبت میکنم. بیشتر به این خاطر که ما یه دونه در واقع یه دونه کف دوقلو اینجا داشتیم که حالا بیشتر از کف دوقلو بودش. چندین بار به اینجا اومده از اینجا اومده نقدینگی گرفته. بعد بگم این باکس سفیدی هم که من کشیدم یه نقطه خیلی خیلی مهمی بوده. من تو تایم فریم 4 ساعته برام بهتون نشون بدم. روش هم نوشتم 4 ساعته اوردر بلاک 4 ساعتمون بود که جای نقطه خیلی مهمی بوده که می‌بینید دفعه قبلی که ما قیمت توی این منطقه بوده دفعه قبلی که قیمت توی این منطقه بوده توی ناحیه بوده تونسته یک صعود خیلی زیادی رو داشته باشه. حالا نمیخوام بگم الان قراره این صعود رو داشته باشیم. ما داریم راجع به اسکلپ صحبت میکنیم ولی بحثی که هست اینه که میتونه یه خورده قیمت رو هول بده بالا. پس حتما این اوردر بلاک ها رو قبلش رسم کرده باشید. این خیلی مهمه. دوباره بکشید. مثلا تا اینجا یه نقطه خیلی خوبیه. من یه بار اینو بکشمش. تا این یه نقطه‌ایه که بهش دوباره برخورد کرده. می‌بینید یه ریزش کوچیکی تو تایم فریم 4 ساعته داشته که خب پس تو تایم فریم 15 دقیقه برای ما یه بحث خیلی بزرگ و مهمی. من برگردم به ادامه چارتم که آره می‌بینید که واقعا ناحیه خیلی خوبی است. حالا به طور کلی من اینو پاکش می‌کنم که ولی فقط در جریانش باشید چطوریه. پس من یه انتظار یک صعود خوبی میتونم از این داشته باشم. یه داستان دیگه هم که مهمه اینه که یه سقف خیلی خوبی هم اینجا برای من شکونده. همینجا سقف رو شکونده و از تا وقتی که پایینتر از این کف نیاد، یعنی این سقف رو که شکونده دوباره اومده بر خودش کف و سقف ایجاد کرده. تا وقتی پایینتر از این کف نیاد من میگم برای من خوبه.
و دوباره منتظر میشم که یکی از این سقف‌ها رو بشکونه. حالا یا این میتونه باشه یا این میتونه باشه. ترجیحاً اگه این باشه که بهتره، میدونم که روندش قوی‌تره، ولی خب روی این سقف هم بشکنه میشه روی معاملاتش دوباره حساب باز کرد. تو تایم فریم پایینتر پس من اینو این شکلی معامله میکنم. حتی مثلا میتونم بیام توی پایینترش ببینم دوباره اوردر بلاک ها کجا هستن. مثلا اینجا یه دونه اوردر بلاک که تو تایم فریم 5 دقیقه داریم، پس میتونم انتظار یک مثلا صعود کوچیک رو از این داشته باشم. مثلا بدونم که آقا اینجا من اینو میتونم بذارم، ببینم چقدر بهش واکنش میده. استاپ هم میشه قبلیه، در واقع کف قبلی، و روند صعودیش هم که خب مشخصه. اینها رو بچا با هم دیگه توی جلسات کمپین کار کردیم و من بهتر میدونم، میگه شما باید بهتر من بدونید که موقعی که این استاپ خورده بشه، جایی که این خط پایین شکسته بشه، استاپ خورده بشه، حالا دیگه من دنبال معاملات نزولی هستم. یعنی من منتظر میمونم که این موقعی که این استاپش خورده بشه، منتظر میشم که یه این همچین حالتی پیش بیاد، دوباره توی همین اوردر بلاک بالایی که هستش بخوام معامله شورتش رو بگیرم. چون تو حالت روندی کار میکنیم، کلا به این حالته که ما وای میسیم ببینیم که الان روندمون به چه حالت شکسته میشه. اگه واکنش داد نسبت به اوردر بلاک که چه بهتر. و اوردر بلاک ها هم تو تایم فریم های معمولا 15 دقیقه تا 1 ساعت و دیگه بالا 4 ساعته میگیره. یعنی ترجیحاً توی تایم فریم های پایین مثلا 5 دقیقه و 1 دقیقه اینا، این اوردر بلاک ها میتونن زیاد معتبر نباشن. یه اوردر بلاک معتبر که ما اینجا داریم میشه این قسمت که موقعی که قیمت به این نقطه وارد شده، بعدش یک روند صعودی خیلی خوبی رو داشتیم. پس حتی اینجا شورت هم بخوام بگیرم دوباره تا این قسمت و به سمت بالاش. بریم سراغ بیت کوین بچه‌ها. بیت کوین که استاپ ما رو زد، اولین استاپ ما رو زد. روی طلا بچه سیو سود بکنید. طلا دقیقاً یک کندل داشت. طلا خوب بود، طلا یه دونه فاصله کندلی بود. حالا این کسایی که پایین مومنت بودن اصلا که خیلی خوب بود. من واسه صحبت دیگه نپریدم توی چنل، گفتم ببندن. توی بیت کوین هم که رسیده به اوردر، حالا اینجوری کم کم باید واکنش داشته باشه. تو محدوده رنجی بوده، طبیعتا همیشه میره بالا رو آنت میکنه، باید به مسیر اصلیش ادامه میده. حالا ببینید توی این قسمت اگه واکنش داشته باشه که حالا بازی لاین میگیره. این کفو زد که من دوباره یه دونه اسکالپی وارد معامله شورت توی بیت کوین میشه. امیدوارم بخشی حالا صحبتاتون فرمول داره بچه‌ها، ببینید فرمولش باشه دیگه. طلا رو مدیریت که داریم میریم دیگه ببینید. ولی خب خود فرمولش قشنگ داشته باشید، دستتون باشه که در واقع کف و سقف‌ها رو پس قشنگ تونستیم تشخیص بدیم دیگه. حالا میخواد توی هر تایم فریمی که باشه، توی هر تایم فریمی که هستید، یه تایم فریم بالاترش رو حتما باید چک بکنید. تایم فریم بالاترش رو که چک می‌کنید، مثلا من اگه می‌خوام توی 15 دقیقه معامله بکنم، تو تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته حتما نگاه می‌کنم ببینم که توی این قسمت مثلا به نقطه اوردر بلاک مهمی نخورده باشه، یا مثلا اینجا می‌بینید روی حالا مووینگ اوریج من هستش، یا مثلا روی خط فیبوناچی مهمی نباشه، چون اولویت با اونه. قطعا اونجا ما معاملمون در واقع واکنش میگیره. حتما باید به اون نگاه بکنید. مثلا الان اینو دوباره نگاه بکنید توی همین معامله که با هم دیگه پیش بردیم. اول از همه من 1 ساعته رو دیدم و دیدم توی 1 ساعته خب من نزولی هستم، کف و سقفاشو رسم کردم. بعد اومدم توی 15 دقیقه دیدم که تو 15 دقیقه هم توی بحث صعودیش اومده وارد این محدوده شده، میتونه تا این اعداد بالاترش بره. تو تایم فریم 5 دقیقه‌ش هم که اینو پیدا کردم و حالا وارد معامله شدم. ولی بچه‌ها من خودم باشم معمولا با سیگنال هایی که میبینید توی کانالم میذارم، اکثرانشون روی اوردر بلاک های 1 ساعته و 4 ساعته هستش. یعنی مثل اینجا که تو 5 دقیقه بودش، این صرفا حالت یه دونه به قول معروف برای اینکه توی تایم فریم پایینتر لایو بتونیم با هم دیگه یه مثالی رو پیش ببریم هستش که بدون چطوریه. ترجیحاً روی اینها زیاد رو تایم فریم های پایین مثلا 5 دقیقه 1 دقیقه اعتماد نکنید. اما خب هستش. مثلا من الان برم تو تایم فریم پایینتر هم که ببینم، میتونم اینجا هم حتی شما میتونید ببینید برای اینکه فقط تست بکنید تا اینو روی اینها نباید ترید کنید، ولی فقط برای تست کردن میتونید ببینید که مثلا چه واکنشایی نشون میده. اینجا یه دونه اوردر بلاک داریم تو تایم فریم 1 ثانیه هستیم، میشه بهش یه دونه واکنش ببینید که واکنش بهش نشون بده. میگم اینو فقط صرفا واسه تمرین هستش. توی این قسمت میبینید یه دونه اوردر بلاک دیگه اینجا داریم، یه دونه واکنش بهش داشتیم، دوباره ادامه مسیرش. اینا رو برای تمرین که تو فوروارد تست باشه نه بک تست، چون بک تست خب می‌بینی درست هم میاد ولی توی لایو بازار ممکن اشتباه به دست
تو فوروارد تست حتما تو تایم فریم های پایینتر برید که بتونید ازش استفاده بکنید. خب پس حالا من 5 دقیقه هم که گفتم مثلا خب میتونست نقطه خوبی باشه که حالا نقطه خوبی هم بودش، اما حتما باید از این تایم فریم 15 دقیقهش من تاییدش رو میگرفتم. یعنی من این کف دوقلو اینجا رو دیدم، از اون ور تو تایم فریم 4 ساعته دیدم که اینجا نقطه خیلی مهمی هستش، سقفش رو رسم کردم، دیدم که این سقف شکسته شده. خب حالا پس منتظر شدم که بیاد توی یه دونه اوردر بلاک پایین، من بخوام برای من نقطه ورود بشه تا بخوام روش کار کنم. این تارگت هم که گذاشتم من، تارگت حواستون باشه این تارگت بهش میگن تارگت فضایی، این نباید همینطوری باشه. تارگت هایی که میذارید باید تا کجا باشه؟ تا سقف قبلی مثلا یا تا اوردر بلاک بعدی. تارگت هاتون این شکلی باشه. این که بخواید روی این شرط بندی کنید که خب قرار سقف رو بشکنه، این میشه شرط بندی. ما میگیم هر موقع شکستش بعدش این کارو میکنه. یه دور دامنس هم بریم، شما فرمودید دامنس هم من این خطر رو داشتم از قبل، این دوتا رو داشتم، حالا یه چند تا دیگه هم دارم این بالا، حالا هر موقع برخورد بکنه، ولی الان فعلا روی استراحتش هستش. دامنس هم همینطوری به نظر ریزشی میاد تو تایم فریم به این اعدادی که خورده. تو تایم فریم 1 ساعته مثلا کف و سقف یا اول مثلا ترجیحاً با 4 ساعته شروع بکنید، بعد 1 ساعته. 1 ساعتش یه خورده تمیزتر. به طور کلی بازار کریپتو تو این چند وقت خیلی زیاد کثیف بوده بچه‌ها، خیلی زیاد کثیف بوده. یعنی تحلیل کردن روش واقعا کار سنگینه. میبینید که حتی من خودم رو چارتم چقدری چیز داشتم، چقدری چیز میز کشیدم. و خب البته رو تک تکشون هم گرفتم دیگه. مثلا این اوردر بلاک که اینجا تو این نقطه من رسم کردم، میبینید موقعی که شکسته شدهش بعدش من اینو رسمش کردم، دوباره توی برخورد به این اوردر بلاک خب معاملاتی که می‌خواستم گرفتم. البته میگم اینجا بیشتر من هستم که بخوام این ماهیگیریه رو بهتون یاد بدم، صرفا خود ماهیه نباشه. البته سیگنال هم میذارم تو کانال دیگه، اونم که بحثش شده است. اول از همه این که چند تا سقف شکونده، خب اینو دیگه خودتون قشنگ رسم بکنید. من اینو اینطوری توضیح میدم که حتما برید بعدش رسم بکنید. این که روی حالا خط من افتادش، یه دونه هم اینجا شکونده و یه دونه هم که این بالا داره. این سقف من، توی این سقف من میبینم که بعدش داره کندل ها هی ضعیف و ضعیفتر میشه. کندل شناسیم از چه طریق هستش؟ یکی این شادوها هستش. میبینید که این شادوها داره نشون میده که این قراره که روند ریزشی بشه. مثلا میبینید اینجا شادوهایی که داشتیم، شادو وقتی به سمت بالا باشه روند ریزشی میشه. من این اتریوم ببینم داره جذاب میشه. این که با هم پیش بردیم میره، فکر می‌کنم مال سجاد هم میره. فقط که بچه‌ها گفتم توی انتخاب نقطه ورودتون باید و حتما توی بحث خروجتون مثلا زیر نباید پایین به این بچسبید، چون میتونه بیاد به این بزنه و بعدش بره. خب توی قسمت دامنس هم بچه‌ها همیشه ببینید این الان وقتی که می‌بینیم اینجا یک حالت مثل سرشونه تشکیل داده، من نمیام مستقیم سریع وارد معامله بشم، اجازه میدم شکسته بشه. یعنی این یه دور این کفی که اینجا داشتم، اینجا سرشونه تشکیل شده دیگه، درسته؟ تو این سرشونه من اجازه میدم این شکسته بشه، دوباره بیاد بالا توی این محدوده ها. یعنی تو اوردر بلاکی که اینجا میتونم پیدا کنم، میرم تو تایم فریم پایینترش، مثلا تو 15 دقیقه. تو دامنس هم ترجیحاً پایینتر از 15 دقیقه نرید. حالا اگه 5 دقیقه رفتید دیگه واقعا ریسکتون خیلی بالا میشه. اگه همچین اوردر بلاکی رو پیدا بکنم، هر موقع که اومدش پایین، بعد دوباره رسید به اینجا، از اینجا معامله بگیرم تا پایینش. حالا من بر اساس اتریوم یه دید دیگه داشتم، برای همین من اون معامله یه لانگ رو دادم. خب حالا اون که گرفتیدم ببندی ترجیحم. ولی این قسمت رو من نمیام به این فکر کنم که حتما باید بشکنه، چون قرار نیست حتما بشکنه. هر موقع شکستش بعدش میام دنبال معامله میگم. حالا بعد روی اتریوم کجاها دوباره معامله بگیرم؟ چند تا حالت داره. 2 تا حالت اصلی که میتونید شما بگیرید، یکی این که روی روند بگیرید، یعنی وقتی که نزولی هست شما خب باید بای بگیرید توی کریپتو. تو بحث بای گرفتنش هم با هم صحبت کردیم، کف و سقف. یعنی من اینو یه لحظه هایدش بکنم ببینید چه شکلیه. یا اینکه اجازه میدید این کف و سقف‌ها یکی تشکیل بشه، مثلا این شکلی تشکیل بشه. اینجا الان ما یه دونه در واقع سرشونه داشتیم، اجازه میدم این کف و سقف تشکیل بشه. یه جایی که شکوندش، مثلا اینجا که مطمئن شدم که اینو شکوندش، این کف و سقفی که الان روی دامنس داشتیم،
این قسمت که شکوندش دوباره این نقطه منتظر یکی از این اوردر بلاک ها میشم، یا خود خط این بهش پول بک بزنه، یعنی بهش برخورد کنه و برگرده همین خط نک لاینش، این خطی که این پایین کشیدم، یا هم که به این اوردر بلاک بخوره و برگرده و دوباره همین ادامه مسیر دقیقاً به همین ترتیب. تا کجا؟ تا جایی که یکی از این قسمت ها رو بخواد واسه من بشکنه. مثلا اینو اگه هر موقع شکستش دوباره منتظر میشم. فقط عجله نکنید دیگه، موقعی که شکستش باید حتما اجازه بدید که یک دونه سقف رو بشکنه، بعدش بخواید وارد این معامله بشید. خیلی ها این اشتباه میکنن. یکی از سوالایی که امروز این هفته توی گروه هم پیش اومد این بود که این موقعی که این همچین اتفاقی افتادش بعدش دوباره بیشتر ریخت. چون این خیلی عادیه بچه‌ها، این خیلی عادیه. این قسمت نقدینگی خیلی زیادی وجود داره که میره بالا و بیشتر میریزه. حتما اجازه بدید طبق قوانینی که با هم صحبت کردیم دوباره کف و صفا که ایجاد شدش، بعدش من اینجا با خیال راحت میتونم بگیرم. پس این ساختار بازار، یعنی امیدوارم حالا بچه‌هایی که توی لایو هستن کمپین رو حتما دیده باشن و میدونم که وقتی کمپین رو ببینید یا دیده باشید، حداقل بچه‌هایی که توی کمپین شرکت کردن دیدن که چقدر این چیزی که الان شاید سخت و سنگین به نظر میرسید تا چند وقت پیش، چند هفته پیش، الان میبینید چقدری دید و درک بهتری داره. حالا همینو بعدش یک مرحله میخوام پیشرفته ترش بکنم که مثلا بیام بگم که چرا این قسمت اینو میزنه بالا ازش، چرا این بالاتر میزنه. راجع به اینها بعد صحبت میکنم حالا انشالله تو کمپین های بعدی. و به این ترتیب خب پس نقاط خرید و فروش من مشخصه. این یه رونده، این یه حالته که من توی روند بگیرم. روش‌هایی که تو روند بگیرم با هم دیگه صحبت کردیم. هم میتونید رو اوردر بلاک ها بگیرید، هم میتونید فیبوناچی باشه. مثلا این پایین من وقتی این شکسته شدش، اینجا من دیدم یه دونه شکست داشتم، میام از این سطح قبلی از کفش تا سقفش یه دونه فیبوناچی میکشم و دوباره توی این سطح ها من معامله میکنم. یعنی تو برخورد به این سطح ها راحت میشه معامله کرد. یکی از بهترین معاملاتی که میتونید بگیرید اینه که اگه همین روند تو 4 ساعته مثلا تشخیص بدید و بیاید تو 5 دقیقه و 15 دقیقه اینو معامله کنید. این از همه دیگه خفن‌تر میشه. خب چون تو لایو هستی من اینو چیز کنم. بچه‌ها ببینید این داره کف و صفحه کم کم تشکیل میشه. خب اینجا کف و اینجا رو شکوندیم. حواستون باشه این شادویی که اینجا داشتیم این حساب نیستش. این شادو حساب نیست. خب اینجا کف و شکوندیم. منتظر میشم که یه دونه واقعا همون سطحی که با هم صحبت کردیم تشکیل بشه. حالا مثلا تو اتریوم میدونم اومده سمت تارگتمون هست. ببین اولین تارگتی که داشتیم چی بود؟ اولین تارگت سقفه بود. گفتم این میشه تارگت فضایی، صرفا به خاطر اینکه 10 تا حالا بهش کانفلوئنس میگن دیگه، 10 تا ترکیب دیگه، 10 تا چیز دیگه به خاطر این دلایل دیگه وجود داشتش. من این خورده تارگت رو بالاتر گذاشتم. ولی در اصل شما همیشه با پول واقعی وقتی معامله میکنید باید حتما سقف رو بگیرید به عنوان، یا حالا حتی شده یکم پایین‌تر از سقف بگیرید به عنوان اون در واقع تارگتتون. معاملات رو می‌بینید دیگه، خوبی هم میده، مثلا حداقل بهتون 1 به 2 1 به 3 رو راحت میده و به نظرم زیاد این 1 به 2 1 به 3 مهم نیست. مهم اینه که شما اون معامله که میگیرید درصد بردتون بالا باشه، احتمالی که برنده بشید بالاتر باشه. پس تو دامنه سهم اینو اجازه میدم. یه روش دومم که وجود داره که من اینو خودم بیشتر میگیرم. من این روش دوم که الان میخوام بگم و دیدین که بیشتر اینو میگیرم. اونم من مخالف جهت گرفتن، مخالف جهت سری وارد میشن سری خارج میشن. حالا دوتاشو میگیرم اما خب اینم هست. اونم اینه که اوردر بلاک ها تشخیص میدم دقیقاً طبق همون چیزی که توی لایو با هم دیگه توی کمپین با هم داشتیم. یا مثل این بذار من اینو اکسنترایتشو بردارم. سجاد جان با من از سمت شرکت دارن تماس میگیرم، باید برم. بچه‌ها بقیه‌اش با خودتون، من باهاتون صحبت می‌کنم. باشه. خب دوستان من لایو شیر میکنم. اونایی که روی بیت کوین بودن اگه استاپاشون رو با من ست نکردن، یعنی استاپاشون با من نبود، طبیعتاً توی سودن. من لایو رو کنم. خب این بیت کوین چیزی بود که گذاشتیم و متاسفانه من اینو قرار دادم توی این قسمت. اگه کسایی که استاپشون پایین‌تر بود که طبیعتاً نخورد، یه دونه کندل اومد پایین، استاپ ما رو اونجا زدش رفت بالا. همون دوستانی هم که روی طلا بودن حالا از همینجا گفتم سیگنالشون رو بگیرن که وارد سل بشن. بابت تحلیلی که من انجام دادم روی این دوستان، این تحلیل فوق العاده آسونه. نگاه کنید به تایم فریم 15 دقیقه میام سقف‌های مهمی که آقا امید درموردش صحبت کرد رو پیدا می‌کنیم. مثل سقف‌هایی که باعث ریزش یه محدوده شده. به فرض مثال پر از محدوده بود که حالت خنثی یا حالت رنج گرفته.
خب طبیعتا بازار یه طرفی میزنه بیرون کانتش بکنه. اینجا اومده کف زیر زده و این سقف یا همین کندلی که با اورده که داره باعث ریزش یه قیمتی ها شده به سمت پایین و باعث ایجاد شدن یک کف و سقف جدید. حالا ما بهش میگیم بیوس. خب اینجا فهمیدیم که روند نزولی تو طبق تایم فریم 15 دقیقه یک روند نزولی داشتیم، بازار یه اصلاحی کرده، به ارده برخورد کرده، شروع به ریزش کرده. بازار اینجا یه کف ایجاد کرده، رفته بالا واسه نقدینگی، دیگه سقفی برخورد کرده که این سقف همون سقفی هستش که باعث شده یه کفی از قبل زده بشه. یعنی شما اگه بتونید کف و سقف رو خیلی ساده تشخیص بدید و جایی که باعث منشأ اصلی شروع ریزش بود، شما میتونید جای ورود خوبی داشته باشید. به فرض مثلا همین قیمت توی تایم فریم 15 دقیقه اومده یه کف و سقف بالاتر زده. شاید خیلیتون بگه آقا دیگه روند ما صعودی شده. روند در صورتی صعودی میشه اون سقفی که باعث ایجاد این کف شده، یعنی این سقف باعث شده که یک کفی به که حالا قیمت روی طلا هستیم روی 4000 ایجاد کرده، یه ریزشی کرده و این سقف اگه شکسته بشه با یک کندل بالاتر با بدنه، میشه گفت که آقا چنج آف کرده که تغییر ساختار ایجاد شده توی بازار و اون موقع ما دنبال معامله لاین میگردیم. اما در صورتی که قیمت سطحی برخورد کنه که اون منشأ اصلی ریختن یه قیمت بوده و ضعف داشته باشه، خب این کندلا من خیلی در موردش صحبت کردم، در مورد کندلایی که ضعف دارن یا کندلایی که برگشتی هستن، مخصوصا واسه بچه‌ای که تو لایو قبلی شرکت کردن. خب من اومدم دیدم آقا دو تا کندل نتونسته بالای یک سطحی بسته بشه. خب شرط شکسته شدن ریجکت شدن اینه وقتی یک کندل دوم باعث شکست سطح قبلی قابل تاییده، در صورتی که با شادو بسته بشه و کندل دومش نتونه بالاتر از کندل قبل باشه، به من داره هشدار میده که آقا حضور خریدارا کم شده، نیاز به استراحت دارن. خب اینجا طبیعتا ریجکت میکنه، با یه شادو میاد نقدینگی همون استاپ های بقیه رو میزنه، جایی هستش که شروع به ریزش کرده. پس طبیعتا واسه بار دوم بهش بخوره میتونیم در حد این فریم های پایین تر وارد معامله بشیم، میتونیم معامله کوتاه مدت بگیریم. خب قیمت به سقف و همون منشأ اصلی ریزش رسیده، دو تا کندل نتونستن بالاتر از قبل قرار بگیره. پس من میفهمم که وقتی شادویی که بالاتر از قبل زده یعنی گرفتن نقدینگی، یعنی زدن استاپ بقیه. پس من میام اینجا تو تایم فریم پایینتر دنبال موقعیت ورود میگردم. خب میام تو تایم فریم یک دقیقه همون چیزی که برای شما فرستادم. برای تایید من چیکار کردم؟ منتظر موندم که یه چنج آف که ساختار تغییر ساختار توی تایم فریم یک دقیقه به من بده. بعد از این تغییر ساختار من تایید شد و نتونست سقف بالاتر بزنه، هشدار دوم واسه روند نزولی به من داد. بعد قیمت اومد پایین و طبق روند سالم خودش اومده اصلاح زده به محدوده 50% یا محدوده افیجی من که دقیقا همون نقطه ورود من بود. حالا تارگت رو کجا گذاشتیم که باعث منشأ شروع قیمتی بوده بعد از زدن یک سقفی. اینجا یک سقفی بوده که موقعیت بوده و تونسته تو این قسمت بتونه یه منشأ باشه مثلا جان. ببخشید من میوت کرده بودم صدا رو بسته بودم نشیدم دارید صحبت می‌کنی، شرمنده ام وسط حرفت اومدم. آره الان متوجه شدم که صدا رو بسته بودم. بچه‌ای که رو بیت کوین بودن، بچه‌ها بیت کوین تارگت شد، اما اونایی که استاپشون رو با من ست کرده بودن خب استاپ شد اینجا دیگه. چون من استاپ رو قبل اینکه بگم یهو شروع به بالا رفتن شد. متاسفانه میگم اون کسایی که با من این قسمت رو ست کردن معامله استاپ شد، کسایی که این قسمت رو مدیریت کردن استاپ عقب‌تر قرار دادن که معاملهشون تارگت شد. توی قسمت طلا هم که دقیقاً قیمت به اینجا رسید، دقیقاً به شادو قبلی برخورد کرد، گفتم سیو سود داشته باشین معاملتون رو ببندین. یه دونه فکر کنم نزدیک گذاشته بودم اگه اشتباه نکنم، اینو تو لایو نتونستم بگم، امیدوارم صحبت میکرد، گفتم اینو توی قسمت چنل قرار بدم که توی چنل من گفتم که میتونید وارد معامله نزدیک بشین که حالا نتیجهش فعلا 50% قیمت رفته بالا که اگه اینجا بتونه باز کف یکسان زده، پس این محدوده که من رسم کردم جای خوبی هستش، حمایت خوبی هستش. واسه طلا هم که حالا فعلا باز اینجا موقعیت اگه این قسمت بتونه بیاد زیر این کندل بسته بشه میتونه بیاد تارگت ما رو
تو این قسمت کسی که معاملشون بازه میتونن تو این قسمت ریسک کنن، معاملشون رو نگه دارن. و نزدک هم که همینطور دیگه اینجا داره یکم بازی میده، طبیعتا یکم اینجا برمیگرده چون نقدینگی زده. فیوری گپی که ایجاد کرده همراه با آی FG هستش میتونه محدوده فوق العاده قوی باشه که بعد از مخصوصا اگه بتونه با کندل بالا این سقف کوتاه بسته بشه توی اصلاحی که میده، این محدوده برگشتی ما میتونه نقطه ورود خوبی برای لاین باشه، حتی برای تارگت های بالا 24744 روی نزدک. بعد اینکه خب این فکر کنم بتونه بالاتر از این بسته بشه. کف یکسان هم زده، توی تایم فریم بالاتر هم محدوده مهمی برخورد کرده که من این بار من تو تایم فریم یک ساعت یکم واضح‌تر باشه. خب دقیقاً کندلی که باعث بوده که باعث شده که قیمت یک سختی رو بزنه، این محدوده رو رد کردیم. کندلی که بعدش باعث کندل قوی شدش بعد از زدن یک نقدینگی، پس واسه اولین بار قیمت داره بهش برخورد میکنه و ما انتظار داشتیم که دقیقاً اینجا قیمت بتونه یک کندل خوب، یه محدوده 50% اصلاحیش رو بتونیم وارد معامله لانگ بشیم. ولی کسایی که نزدک هم باز کردن میتونن سرویس سود داشته باشن توی این محدوده. بیت کوین هم که همینطور. توی طلا هم میتونید توی این قسمت بچه‌ها صبر بکنید، این قسمت داره یکم حالت رنج میگیره. اما خب چون جایی که محدوده نقدینگی خورده، سقف یکسان زده، احتمال میدم بتونه تا پایینتر قیمت بیادش به این قسمت برسه و دوباره اینجا واکنش واسه اصلاح بالاتر بگیره. چون این تایم بالاترش بر بازی سقف دیگهش این برگشت به اینجا برخورد کرده، به این سقف برخورد کرده و تونسته واکنش بگیره. احتمالاً اینجا یه اصلاحی میده و دوباره شروع به ریزش میکنه واسه این محدوده که همین تارگت بشه اسکرینشو قرار میدم. امید جان اگه شما هم صحبتی دارید. 5 دقیقه دیگه چون بیشتر وقت نداریم من خیلی سریع بگم. ببخشید من صفحه شیر کنم با اجازهت. خب اوکی بچه این ببینید این حالا تارگت هایی که میذاریم با هم دیگه صحبت میکنیم، همونطور که گفتم منطقیش اینه که اول از همه اینجا بذارید، دوباره بریم ببینیم پایینتر کجا هستش و تا اینکه بخواد حالا فول تارگت بشه. من خودم هیچ وقت ریسکای بالا نمی‌کنم، میگم مگر اینکه مثل اون دلایلی که من آوردم و شما قشنگ بتونید این دلایل رو داشته باشید. اینو بگم قشنگ این دلایل رو حتما داشته باشید. مثلا با خودتون بگید خب من اول از همه توی این ناحیه‌ای که بوده ناحیه مهمی بوده، آخرین باری که قیمت توی این ناحیه بوده چیکار کرده، اینا رو حتما برید نگاه کنید بپرسید. مثلا اگه که قیمت توی این قسمت باشه، مثلا قیمت توی این قسمت باشه، خب این دیگه به درد من نمیخوره چون ممکنه دوباره ریزش داشته باشه. همونطور که می‌بینید وسطش خالی یعنی زیر قشنگ میتونه ریزش داشته باشه. اینکه توی اون ناحیه چی کار کرده، هم الان سجاد یه دونه معامله گرفتش باش، هم من و هم هر دفعه هم همین کارو میکنیم و هر دفعه هم اینا رو میذاریم توی چیز هم گذاشتیم توی کمپین هم راجع به این بوده. قدرت کندل و کندل شناسی رو هفته پیش یه دونه لایو با هم دیگه رفتیم توی لایومون راجع به این صحبت کردیم که اگه این در واقع شادو میتونه چیکار کنه و اینکه این قدرت این کندل بالا هست میتونه چیکار کنه. خب همونطور که می‌بینیم ما توی تایم فریم پوینتر بیام من امید معامله جان اتریوم ببخشید که با هم دیگه داشتیم صفحتون کندل شیر هستش ولی آره الان اومد. آره راست میگی. آره دقیقاً گفتم آره باز دوباره این داستان گوگل رو من داشتم. مرسی که یادآوری کردی. من یه چشم بهش بود، بعد دیدم که این روی این بودش ولی تو حالت زوم معمولیش بود. فکر کردم اشتباه کردم. خب بچه‌ها این دوباره تارگت گذاری هامون تا کجا بخواد باشه یا راجع به این قضیه با هم صحبت بکنیم. مثلا اینطوری من خب این تارگتی که گذاشتم یا حالا تارگت دیگه که میتونه باشه، اول از همه این که بعد از اینکه صف شکسته بشه ما دوباره بعد دنبال معامله باشیم. اینو با هم دیگه صحبت کردیم. اینو اگرم که حالا کامل متوجه نشدید یا کمپین یا هم که اول جلسات رو داشته باشید که من اینو زیاد طولانی نشه، ولی اصل معامله من تا کجا میتونه باشه. من چند تا تارگت میتونم برای خودم بذارم. مثلا تو تایم فریم 5 دقیقه میبینم یه همچین اوردر بلاکی هستش. درسته؟ اینو با هم دیگه قشنگ کار کرده بودیم دیگه. میدونید که این قیمت اومده بالا و بعدش یه ریزش شدیدی داشته. یعنی از این نقطه که اومده بالا، این ریزش شدیدی که داشته علتش کدوم کندل بوده؟ این کندل، همون چیزی که دقیقاً توی ورکشاپ با هم دیگه تو کمپین با هم صحبت کردیم. من دوباره اینو میام میکشمش. این برای من میشه یه ناحیه خیلی مهم.
یعنی قیمت به اینجا برسه میتونه یه واکنش بده، یا به عبارتی من اینجا میتونم یک معامله ریز دیگه بگیرم، معامله شورت میتونم بگیرم. یعنی اینکه قیمت به این برخورد داشته باشه، احتمالی که مستقیم بره بالا خیلی کمه. احتمالی که به این برخورد بکنه و یه ریزش کوچیکی داشته باشه، برای من این ریزش کوچیک خوبه. این ریزش که اینجا بخواد تا اینقدر بیاد پایین، یعنی یه همچین حالتی. مثلا حالا فکر کنید این اومده این شکلیاشو انجام داده، اومده به اینجا رسیده، به این نقطه که برخورد کنه یه ریزشی میکنه، من میگیرم. حالا چرا من اینو میگیرمش؟ به خاطر اینکه من اینها رو دقیق نمیدونم که قراره کجا شروع بشن کجا تموم بشن. اینکه دقیق از کجا شروع میشه و حالا یه خورده پایین‌ترش من میتونم بگیرم و خارج بشم، این دقیقه برای من مهمه. مثلا مثل این تارگتی که من اینجا گذاشتم که آقا اینجا این دقیقی که بهش میخوره یه واکنش بعد نشون بده، این دقیقه مهمه، یعنی نقطه ورود امنی که داشته باشم. برای همینه که این مهمه. مثلا شاید برای من زیاد این مهم نباشه. بچه‌ها یه سوال بپرسم توی چت میتونید جواب بدید. چرا به نظر شما این برای من زیاد مهم نیستش؟ اینو میتونید بهم بگید. این روندی که الان چرا مثلا من یه همچین چیزی رو نگیرم وقتی اینقدر بالاتر هستش و من با سلش مثلا بیشتر موافق باشم تا لانگش تا اونجا؟ نمیشه لطفا تو چت برام بنویسید من بدونم مثلا بچه‌ها سطحی که توی کمپین گذاشتین و وقتی گذاشتین چقدر هستش. اینو بنویسید. من تا وقتی ادامه صحبت و توضیحات رو میرم روی قسمت دوج کوین هم بچه‌ها همین شکلی دقیقاً مثل اتریوم. آی بیگ دلی دقیقاً مرسی که گفتید دقیقاً، چون که تو تایم فریم بالاترش، تو تایم فریم یک ساعتش با هم دیگه دیدیم که من این باکس اصلی بزرگ اینجا کشیده بودم و گفتم اینجا که برسه من دیگه دنبال لانگ اینجا نیستم، اینجا برای من منطقی نیستش. یعنی لانگی که بخوام بکشم، لانگی که بخوام بگیرم، مگر اینه که این بیاد این بالا این شکلی بشه، اینجا بخوام بگیرم، مگر اینکه بخواد این شکلی بشه که میبینید خیلی بازتره، خیلی بزرگتره. حالا یه سری علت‌ها هم داره که بازتر و بزرگتره، چون که این قسمت خیلی نقدینگی زیادی هستش. اینجا میبینید چندین بار برخورد داشته، نقدینگی زیادی، این خورده بالاتر میاد. برای همین برای من جذاب نیستش. یعنی از اینجا به بعدش برای من لانگ گرفتن، حتی ممکنه که این پایینتر بریزه، ممکنه دقیقاً از همینجا بریزه پایین، این مشخص نیستش. چون مشخص نیست روند اصلی من نزولی هستش، من ترجیحاً دنبال اینم که خب کجا نقطه امن بعدیش هستش. پس اینو دقت بکنید، چون بچا توی چت توی گروه این چیزی که مطمئنم خیلی ها مشکل داشتن و دارن، تو گروه خیلی زیاد گفتید که روندی که من تشخیص میدم صعودی هستش ولی بعدش میبینم نزولی شد. مثلا دقیقاً این اومد اینجا، بعدش ریخت، قشنگ بعدش اینطوری ریخت. خب این داره کف و سقف‌های بالاتر میزنه. مثلا وقتی نگاه میکنم میبینم کف و سقف‌های بالاتر داره یکی میزنه، اما اینکه علت این که میریزه برمیگرده به اون تایم فریم بالاترش. حالا یه سری روش کندشناسی هم با کار کردیم، اونا مهم نیستن. مهم این داستانی که ساختار بازار تو تایم فریم ها رو داشته باشیم. خب یه نگاهی هم بندازیم به دامیننسمون. همونطور که ما تحلیل کرده بودیم، این سرچشمه‌ای که اینجا ایجاد شده بود تونست ریزش خوبی رو داشته باشه. حالا یه سری خط روندهای دیگه هم من داشتم که به عنوان تاییدیه ازش استفاده می‌کردم. اینجا الان اومده وارد این ناحیه شده برام. این ناحیه بچه خیلی مهمه. چرا؟ چون تو تایم فریم بالاتر، مثلا تو یک ساعته که من برم، می‌بینید که روند اصلی من اینجا صعودیه. روند اصلی من اینجا صعودی هستش. یعنی اینجا من کف و سقف‌ها رو بالاتر داشتم. اینجا یه دور بهش خورده، اینجا یه دور بهش خورده. و این یه ناحیه‌ای هستش که الان من اینجا میتونم در نظر بگیرم برای برگشتش. پس از این بالا تا اینجا شما رو هر قسمتش میتونید روی بحث برگشت حساب کنید. مثلا این یه دونه اوردر بلاک که من اینجا گذاشتم، میتونم روش یه شورت بگیرم. یه اوردر بلاک که بعدی گذاشتم میتونم شورت بگیرم، من پاک کنم اینو. یا اینکه روی مثلا فکر کنید یه دونه فیبوناچی بکشم. می‌بینید مثلا به اولین سطح فیبوناچی من برخورد کرده. تونسته اولین تارگت من باشه. حواستون باشه من از این بالا شروع کردم تا این پایین. از این بالا شروع کردم تا این پایین و این سطح اول فیبوناچی من بوده. یعنی از اینجا من شروع کردم ولی این سطح اولش بوده. اولی که شکونده تا دوم. دوباره بعدی شکونده بشه، مثلا اینجا قطعا یه واکنش خوبی من دارم، چون هم اوردر بلاکه و هم روی گلدن زونه که گفتم 65 تا 61 و 8. روی این قطعا یه دونه واکنش خیلی خوبی مثلا میتونن داشته باشن که روی اینها یکی یکی تک تکشون باز میتونن معامله بگیرن.
و به این فکر نیستم که حالا صرفا حتما قرار دیگه بازار سعودی بشه. بچه‌ها اینو دیگه خودتون میدونین دیگه، لطفا اینا رو این اشتباهات اصلا نکنید که قرار نیستش فعلا بازار سعودی بشه، چون شما میدونید که با حرف و نمیدونم توهم توته و خرافات پیش نمیریم. هر موقع که این شکست بعدش میگم تازه تو تایم فریم 1 ساعته بازار میتونه سعودی بشه، هر موقع این کف شکست، که باز هم بهتر میدونید که تو تایم فریم 1 ساعته که سعودی میشه به این معناست که خب میتونه تو تایم فریم مثلا 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا 15 دقیقه یه خورده نزولی باشه، مثلا این شکلی اگه بشه و مثلا با کلی معامله این وسط توی مسیره بگیرید تا اون نقطه اصلی، تا این قله که باز دوباره مثلا به اینجاها بخواد برخورد کنه. بچه‌ها همیشه دنبال این هستن که بتونن بگن آقا از اولش بگیریم تا آخرش مثلا تو سود باشه، مثلا یکی از همون اول دوست داره که تو لاین بگیره سود باشه. اما بچه‌ها فیوچرز که کار میکنن اصلا واسهشون فرقی نکنه که معامله سل باشه یا لاین باشه. شاید واسه کسایی که توی اسپات کار میکنن خیلی مهم باشه، اما واسه کسایی که تو فیوچرز کار میکنن اصلا فرقی نداشته باشه، چون در ساعت میتونی معاملات رو بگیری. و یه مشکلی که خودم مثلا خیلی داشتم این بود که همیشه کب و سقف بالا تعمیرات میگفتن که آقا این دیگه کب و سقف آخره، دیگه قرار بیاد روند عوض بشه. اما وقتی هر موقع این کارو میکردم معامله بر جهت مخالفش بازی میکردم، بجز اینکه ضرر کنم چیزی دیگه نبود. و اگه همونو هی باش دنبال روند بری، همینجوری که میاد پایین اسلام میده دوباره وارد معامله بشی، اصلا سود خیلی بیشتری بگیرید تا اینکه بخواید بر خلاف معامله بگیرید. این یکم هم اصول باشه خیلی سود خوبی میگیرید. الان که توی صفحه امیدن توجه بکنید، اصلاحاتی که داده روی 50% برگشته، خیلی شما توی پایین هم میتونید وارد معامله بشین، چون میدونید که قیمت اصلاح داره. وقتی کفی زده میشه دوباره برمیگرده به سمت بالا. وقتی آره دقیقاً مثل وارد معامله بشیم. امید جان بخش واسه صحبت دقیقاً. نه مرسی، خیلی توضیحات کامل بود، ممنونم سجاد جان. توی بچه‌ها این قسمت هم ببینید تو 4 ساعته خب دقیقاً همونطور که سجاد گفت تشخیص این کف و سقف وقتی که اینقدر بحث مهمی هستش این شکلی. ببینید این قسمت ما یه روند کف و سقف‌های پایین‌تر رو داشتیم، خب همونطور که می‌بینید. من اینجا رو مثلا رسم کنم، یه بار با هم دیگه اینو رسم کنیم. ببینید مثلا اینجا یه دونه کف و سقف ایجاد شده، من اینو دورش باکس می‌کشم، من این چیزای خودم پاک کنم. ببین من اینجا یه دونه باکس می‌کشم به عنوان ناحیه‌ای که وجود داشته. این چیز خیلی تغییرش میدم بچه‌ها. من این تیکر رو، این میشه ناحیه قبلی من، این کف و سقف قبلی من که بوده. خب این کف و سقف قبلی من که بوده، مثلا وقتی که این کف و سقف رو من کشیدم، بعد اینجا یه دونه کف جدید ایجاد شده. حالا بعدش هرچند که میبینید کف و سقف‌های بالاتر تشکیل داده، دقیقاً یه چیزی که همین الان ما توی لایو بازار توی چیز داریم، برای این قسمت داریم که بعد میریم سراغش. با اینکه کف و سقف‌های جدید تشکیل شده، ولی تا این باکس، تا این بالای این باکس نزانه، برای من هنوز تایید صعود نیستش. پس حواستون باشه کف و سقفایی که داره تشکیل میشه اینا در اصل تو تایم فریم های پایینترش میشه معامله کرد و معاملات خوبی هم میشه بگیریم ازش. تا وقتی که به این ناحیه برسه، تو این ناحیه هر قسمتش که برگشت، یعنی ممکنه مثلا توی یک برخورد داشته باشه، اصطلاحا پول بکی باشه، برگرده، میتونه تو 25%ش برگرده، میتونه تو 50%ش برگرده، میتونه روی این قسمت برگرده. حالا برای اینکه بدونیم تو کدوم قسمت احتمال بیشتر روند برگشتش بیشتر هست، که این برای من خیلی نکته جالبی هست، یکی از قسمت‌های ساختار بازار که خیلی جذاب بود اینه که توی اول کار وقتی میبینید یک کف و سقفی تشکیل میشه، توی اول کار معمولا در حد یه پول بک برمیگرده. اینو داشته باشه یا مثلا وقتی فاصله خیلی زیاد هست، مثل اینجا که خیلی فاصله زیاد بوده، در حد یه برخورد داشته باشه هست. پس بچه‌ای که توی لایو هستن این نکته خیلی دقت داشته باشین که شما یک معامله فوق العاده عالی میتونید وقتی که مثلا این فاصله انقدر زیاد هست توی برخورد به این کف داشته باشید. مثلا وقتی به این برخورد کرده، حتی تو تایم فریم بالاتر میتونید داشته باشید. میبینید تو تایم فریم 4 ساعته هم به من یک کندل فوق العاده زیبا رو داده، یا مثلا کندل های بعدیش هم که بکنم تو تایم فریم پایینتر هم که این تک تکشون یکی یکی خورده، از اولین کندلش شما بگیرید، هم نمیرم تو تایم فریم پایینتر، از همین سبز بالا بگیرید که خورده یه معامله داده تا سبزهای بعدیش یکی یکی تک تک معامله داده. تو سوال نوشتید که ببخشید نمیتونیم شادوی بزرگ رو به عنوان کف حساب کنیم و از اونجا کفمون رو بکشیم. الان اینجا این کفمون این قسمته، این دقیقاً شادو هستش. این شادو اگه منظورتون اینجا هستش، خب رو خود همینو که شکونده خودش یک باز یه داستان دیگه است، ولی خب چون که این یه ساختار درونی هم تشکیل داده، یعنی یه همچین ساختاری هم تشکیل داده،
اگه من بخوام منتظر این باشم که این شادو پر بشه خیلی طول میکشه. من دنبال معامله هستم، دنبال اینکه فرصت پیدا کنم برای معامله. اگه بخوام منتظر این باشم که این پر بشه خیلی طول میکشه. ولی این هم حسابه ها، اینطوری نیست که حساب نباشه. هر موقع بهش برسه، یعنی من اینجا اگه مثلا یه دونه خط این شکلی بندازم میبینم یه واکنشی داشته. مثلا یکم قطورترش کنم، ببین وقتی بهش خورده یه واکنشی داشته. پس اینطوری نیست که اینو حساب نکنم، فقط صرفا چون دنبال معامله هستم. خب خیلی طول کشیده، مثلا از اینجا تا اینجا چقدر طول کشیده تا به این رسیده؟ 25 روز طول کشیده، یه ماه طول کشیده، پس تایم زیاد. تا وقتی من نگاه میکنم تو چه چیزی میتونم پیدا کنم. ولی خب حتما اینو میکشم، 100% باید اینو بکشید که چون توی برخوردش قطعا میتونید معامله بگیرید تو تایم فریم های مختلف. من تو تایم فریم های بالا شاید دیر برسیم بهش، ولی بالاخره یه روزی میرسیم. برای همین من همیشه یه آذوقه برای خودم نگه میدارم و اکثرا هم اینم بگم بهتون، جالبش اینه که شاید بگم هر روز شاید یه بار مثلا به اون تایم فریم های بالا من یه برخوردی داشته باشیم که من یه جایش بالاخره میشه. پس بچه‌ها توی کف و صف های پایین‌تر که داره تشکیل میشه، اون اوایلش در حد یه شادوست کم کم میاد پایین و بیشتر و بیشتر میشه. مثلا الان داره میاد توی این ناحیه رو میخواد پر کنه، توی این ناحیه دوباره قطعا ما یه سلی خواهیم داشت توی این مثلا بگی و همینطوری بیاد بالا، باز دوباره کف و صف بعدی اینه. اینجا رو که بشکنیم دوباره وارد ناحیه سعودی میشیم. و عذر میخوام من صحبتام خیلی طولانی شد. فقط یه مورد آخر رو هم بگم برای بحث اثبات هم که سجاد جان گفتش. این روش‌ها رو بچه‌ها شما تو هر روشی میتونید استفاده کنید، تو هر تایم فریمی میتونید استفاده کنید. مثلا تو ماهیانه میخواید برید، تو هفته‌ای میخواید برید، کف و صف‌ها رو میتونید مشخص بکنید. دوباره ببینید برای این بیت کوین کف و صف‌ها مشخص هستش، این کف ها مشخص هست، این نقاط مشخص هست. تمام اعدادی که میبینید من میذارم دقیقاً همه چیزهایی که آموزشش دادم. و بیت کوین تا وقتی که این رو نشکونه، این روند رو نشکونه، دیگه الان شما بهتر از من میدونید که نزولی بهش نمیشه. تازه بشکنه میاد بالا، اومد بالا دوباره بهش نمیگیم سعودی، چون باید دوباره بریزه، یعنی این شکلی تشکیل بده. و واقعا دیگه نیازی نداره که کسی براتون بخواد اینها رو تحلیل بکنه هر موقع که این شکسته شد، نه اینکه الان. ولی الان بهتر میدونید که یه دونه مثلا اوردر بلاک اینجا داریم، دقیقاً همین جایی که الان هستیم این اوردر بلاک میبینید دیگه اینجا داریم. پس اینجا یه واکنش خوبی داریم، میتونه تا اینجاها بیاد، میتونه یه سرشونش کنه برگرده، اینو بشکنه، باز احتمالی که به اینجا برسیم هست. اگه از اینجا برنگرده، یعنی عدد 2 هفته هم البته توی من توتال هستن 2 هفته هم اگه برنگرده، دیگه احتمال برگشتش برای من خیلی کم میشه. توی بیت کوین هم چون مشابهش هست، برای همین من توضیح دادم تو بیت کوین هم مشابهشه دقیقاً. اینا دقیقاً همین شکلیه. اینم من با این بعد میکشم. یه نکته هم بگم اینجا، وقتی که میبینید توی یه خطی رو میکشید، یه اوردر بلاکی میکشید، بعد بهش نمیرسه، اوردر بلاک شما اشتباه نیستش. اینو بگم اوردر بلاک شما اشتباه نیست و برعکسش، احتمال اینکه میخواد بره بالا و قوی‌تر اینو بشکنه هستش. یعنی احتمالاً یه سری ببین اوردر بلاک یعنی جایی که اوردرها زیادن، یه بلاکی، یک محلی که اوردرها زیاد هستن. بعد احتمالاً یه خورده بالای اون اوردر هم اونا که یه خورده مثلا حالا وال‌هایی که یه کمی حریص‌تر بودن اومدن گفتن آقا ما یه خورده بالاتر میذاریم اوردرمون رو. پس یه عالم اوردر بلاک خودشون اینجا تشکیل دادن که کاملا واقعا اصلا دست ما نیست، نمیتونیم تشخیصش بدیم. همون روشی بهتون گفتم میتونیم یکم بالاتر قرار بدیم و خب میتونه مثلا یه همچین حالتی رو تشکیل بده، چون تو تایم فریم پایین‌ترش هم اینو شکونده. پس اینم تحلیل بیت کوین تو تایم فریم بالاتر، حالا تو هر تایم فریمی که خواستید. و واقعا همین شکلیه. میبینید کل بیت کوین به همین سادگی، اینقدر که میبینید توی جای مختلف افراد مختلف سختش کردن نیستش. سقف شکونده باشه، دوباره نزدیکش که شد میگیرم. اینجا هیچ کفی رو نشکونده، پس روند صعودیش ادامه داره. دوباره سقف شکونده، ادامه روند صعودیش. اینجا کفو شکونده، منتظرم که یه همچین حالتی بهم بده. لایو ذخیره میشه یا نه رو من حقیقتش نمیدونم. ما رو فقط به عنوان در واقع تحلیلگر رو دعوت کردن، باید با پشتیبانی استراتژی تریدر صحبت کنیم. خلاصه بچه به همین سادگی، خسته نباشه. من خیلی صحبت کردم. اصلا کنه واقعا بچه‌ها. چرا عدد 89 رد بشه نزولی مگه کف 74 نیست؟ عدد 89 نه 89 نگفتم رد بشه، گفتم اینجا بهش برخورد کنه، اینجا برخورد کنه میتونه بیاد اینجا پایین‌تر. دقیقاً کف اینجاست، همونطور که شما گفتید دقیقاً کف اینجاست. موقعی که اینو رد کنه این شکلی میشه. الان یه همچین احتمالی هستش براش،
بیایم دوباره وارد این ناحیه قبلی بشیم و برگردیم. ببینید اینجا یه دونه کف اینجا شکونده شده. این کفی که شکونده شده نیاز هستش یه برخورد دیگه بهش داشته باشیم. این یه چیزی که انجام میشه. بعدش دوباره ریزش. من تو تایم فریم بچا دیلی برام بهتون نشون بدم، چون من اینو دقیقاً یه دونه ریلز اینستاگرام درست کرده بودم، توی پیج اسی هستش، بر ریزش صحبت کردم. دقیقاً ما اینجا که بودیم توی من تحلیل بکنم، ببین تو تایم فریم بالاتر خیلی تمیزتر میشه اتفاقا برای اثباتاتون. من اینجا رو بکشم. ببین اینجا مثلا کف و سقفی که داشتیم، این آخرین جایی که بودش که ما قرار داشتیم و از اینجا من لایو رو اینجا گرفتم روی این قرمزه که بودیم. گفتم که خب ما اینجا که بیایم دقیقاً تا همین عددی که اینجا گذاشتم میایم بالا و بعدش ادامه ریزش. خب اینم مشخص شدش که دلیلش چیه دیگه، چون اینجا ما کف و سقفی که داشتیم نیاز بود یه پول بک زده بشه به همین ناحیه. حالا من این عددش رو دقیقاً روی این گذاشتم. این دو تا که می‌بینید، این دو تا شادویی که می‌بینید، چون توی تایم فریم پایین‌ترش یه دونه اوردر بلاک، البته باکسش هم کشیدم دیگه، و دقیقاً اومده پایین تا همین قسمتی که می‌خواستیم. پس کشیدنشون این شکلیه. اولا دوباره همین شکلیه، کف و سقف اینجا تشکیل شده. اینجا مهمه که یه بار دیگه ما اینجا یک برخوردی داشته باشیم، یه همچین حالتی برامون تشکیل بده و دوباره ادامه ریزشش. بچه‌ها سوال چیزی هستن در خدمتم؟ چیزی واسه اون بچه‌ها که تو معامله هستن، بچه‌ها تمام معامله کردن هستن دوباره نقطه ورود دارن و دوباره در سمت تارگت میره، مثل طلا که دوباره برگشت سر نقطه ورود هستش، دوباره شروع کرد به سمت تارگت. مثل نزدک که حدودا یک کندل فاصله داشت و اونم نزدیک تارگت شد. اینم یورو گذاشتم، اما خب متاسفانه دیگه وسط صحبت نپریدم، اون داخل چنل گذاشتم. اون دوستانی هم که از توی چنل استفاده کردن از وارد معامله یورو شدن، حدودا تا 50% تارگت داده. من اگه صفحه حالا بعد آقا شیر کنم اوکی، تا 50% شیر بکنم. این توضیح در مورد این استراتژی بچه‌ها بهتون بگم. من همه کاری که داریم انجام میدیم ورودشون بهتون میگیم که شما همین انجام بدید. همونجوری که گفتم مثل طلا، این توی یورو هستیم، قیمت اومده نقدینگی تایم فریم بالاتر پیدا کردیم، اومده نقدینگی پایین رو زده، بعد از شکست ساختار تو تایم فریم پایین‌تر به ما نشون داده که بازار اینجا تغییر روند ایجاد کرده و ضعف روند نزولی داشتیم و با زدن سقف‌های بالاتر نشون دهنده این بود که میتونه بازار بتونه بره سمت جایی که باعث ریزش اصلی شده. قیمت اومده به جایی که شروع اصلی منشأ اصلی ریزش بوده، دوباره واکنش داده بعد از زدن نقدینگی. شرط رد کردن یه سقف چی بود؟ که کندل دوم بتونه بالای کندل شکست بسته بشه. همینجور که می‌بینید یک کندلی با شادو رفته بالا و کندل دوم زیر شادو قبلی و کندل سوم زیر 4 تا ال و 5 تا کندل قبلی. این سیگنال رو من اومدم گذاشتم براتون داخل چنل، اگه شما استفاده کرده بودین دقیقاً قبل اینکه کندل قرمز بده من این سیگنال رو گذاشتم توی ساعت حدوداً 5-6 دقیقه پیش که اگر وارد معامله میشدین همچین نتیجه میگرفتین. واسه اون دوستانی که توی طلا وارد شدن، اگه خب من اینجا یه بار اعلام کردم که میتونید معاملتون رو ببندید. اونایی که باز کردن یا دوباره باز کردن، اینجا احتمالاً میتونه بازار کم اذیت کننده باشه، میتونید معاملتون رو اینجا ببندین. بیت کوین هم که هیچی، تارگتش رو زد. اونایی که مدیریت کردن تونستن تارگت خوبی رو بگیرن که اگه چارت آقامی داشته استاپ آقامی میومدین طبیعتا الان فول تارگت زده بود لازم. بعد یه چیز دیگه هم باز کرده بودم، نزدک هم چک بکنیم. کسی که نزدک رو گرفتم چیشو پاک کردم. خب نزدک هم تا حدود نزدیکای تارگت ما اومد که دوباره برگشت زد، چون احتمال میدم این محدوده قوی باشه. احتمال میدم که قیمت بتونه به سمت بالا حرکت بکنه. این ریزش داشته که دقیقاً کپی همون نقدینگیه. من این دو نقدینگی تو تایم فریم 15 دقیقه پیدا کردم. چرا این رو پیدا کردم؟ چون جاییه که باعث شد یک کفی شکسته بشه بریک بشه. این جایی که باعث اون قسمتی که باعث یک ریزش میشه و کف قبلی خودش میزنه، میتونه محدوده منشأ اصلی قیمت باشه که میتونیم با رسیدن بهش قیمت به این قسمت برسه شما میتونید وارد معامله سل بشید، طبق همون چیزی که مثلا روی یورو گرفتن یا روی طلا گرفتن که الان با هم دیگه تحلیلش رو انجام دادیم. اینا دقیقاً همینه، قیمت میاد بهش میرسه. هر موقع بهش رسید اگه تونست کندل بالاتر از یک
محدوده با یه کندل با یه دونه کندل بادی خوب بسته بشه، اعتبارش شکست میتونیم بگیم چنج آف ترک ایجاد شده و میتونه با زدن این سقف تازه بگیم که ساختار بازار میتونه تغییر بکنه توی تایم های پایین‌تر، حالا تایم های بالاتر هم باید چک بشه. پس اینجا ما میدونیم که روند صعودی شده. اگر این ریجکت بشه از بالا به پایین شادو بده و کندل دوم نتونه بالاتر از این بسته بشه، خب میاد تو تایم فریم پایین‌تر منتظر چنج آف ترک یا همون شکست ساختار میمونیم، وارد معامله میشیم تا کف هایی که توی این قسمت ایجاد شده که ما طبیعتا از کف اول استفاده میکنیم برای تارگت، مثل سیگنالی که امروز گذاشتیم همشون بر همین اساس بوده که خودتون شاهد بازار بودی که تونسته خیلی خوشگل شروع به ریزش بکنه که قبل و بعدش هم دقیقا همین بود دیگه. اومدش نقدینگی زد، دیدم نتونست با یه قدرت بهتر بتونه این سقف رد بکنه. با کندل تاییدی که به من داد توی اسپای 50%ش توی تایم 1 دقیقه وارد معامله شدیم با یه تارگت روی کف. خب طبیعتا کسایی که اینجا هستن باید سیو سود بکنن، اینجا بازی کم قیمت به سمت بالا بره و اگه کسی اینجا معامله باز کرده توی این قسمت میتونه سیو سود بکنه، چون بازار میتونه توی این محدوده دوباره یه حالت اصلاحی بگیره و 50% بتونیم وارد معامله‌های شورت بشیم که اینجا همشون بستگی داره. اگه مثلا این کف زده بشه منتظر اسلام میمونیم، در غیر این صورت چون روندش همینجوری صعودیه و دنبال لاین باشیم. خب کسی هم اگه اینو باز کرده میتونه سیو سود بکنه. تارگتش هم که تارگت بیشتر از حدی از روی نذاشتیم، کف قبلی هم نداشتم، تارگت بالاتر گذاشتم جبران حالا کسایی که روی بیت کوین اگه معامله باز کردن و ضرر کردن. بعد چیز دیگه هم که نمونده دیگه، طلا هم که همینطور بهتون گفتم، دیدار بلند مدتش هم که آقا امید درست کرد بهتون گفتش. امید جان بابت توضیحی که بچه‌ها دادی عالی بود، دست درد نکنه. بچه‌ها امیدوارم استفاده بکنید دیگه، چون همه اینو بر اساس تجربه است، دیدی که همه این کارا هم که جلو خودمون داریم انجام میدیم و خیلی روش ساده‌ایه، فقط بهتره که دیدگاهتون بازتر باشه تا بتونید از این بازار استفاده بکنید بچه‌ها. امیدوارم که تونسته باشید استفاده بکنید. من دیگه صحبتی ندارم، فکر کنم تایم لایوم که 10 دقیقه رو بیاسش بیشتر گذشته. امید جان اگه شما هم صحبتی ندارید مایکتون بسته است، اگه شما هم صحبتی ندارید دیگه لایو رو خاتمه بدیم تا هفته دیگه سه شنبه. خب مثل اینکه امید فکر کنم تو جلسه باشه. دوستان من صحبتم تموم شد، کسانی که یورو بودن معامله‌شون رو ببندن. الان یک بار دیگه چک میکنیم معامله بلند مدت و اینا رو من همه رو براتون قرار میدم. ممنون سجاد جان، خیلی زحمت توی کشیدی، گروه لطف یا کردی چنل واقعا. باشین دنبال بکنید قربونه. عزیزی. خب بچه‌ها کسی که امید جان نیستش، من از داری خداحافظی میکنم. امیدوارم معامله خوبی داشته باشید و هفته دیگه سه شنبه باز لینک رو طبق دوستان هر هفته همیشگیمون سه قرار شنبه میدیم ها توی هستیم چنل، دیگه، میتونید در وارد جریان باشید. لینک حتما بیاریم دیگه. آره چون از دست ندین دیگه، مثلا امروز 3 تا 4 تا معامله داشتیم که حالا بیت کوین میگم اگه مدیریت میکردین طبیعتا سود بودین و اونایی هم که با ما گوش کردن معامله باز کردن طبیعتا سودن. نوش جونتون باشه بچه‌ها، وقتتون بخیر، خسته نباشید.